مرسی. خب بریم سراغ یه مطلب بسیار مهم. چندی پیش رویدادی بر سر بازی جوان‌ها گذاشت که بسیار سخت. بحث کنکور دانشگاه بحثیه که اگه من میخوام دربارش تا صبح صحبت کنم تازه برسیم سر خط که چقدر سخته واسه جوان‌ها. من خاطری رو براتون تعریف میکنم، بعد از اون میپردازیم به سایر ماجرا. 10 سال پیش وقتی برای بار سوم من خودم از کنکور رد شدم، تصمیم عجیبی گرفتم. وقتی برای بار سوم از کنکور رد شدم، با خودم تصمیم عجیبی گرفتم. تصمیم گرفتم به این زندگی نکبتبار خاتمه بدم. شما به مرگ من راضی هستید؟ میخندید؟ خیلی ممنون. اومدم خونه، تناب داری آماده کردم، رفتم روی چارپایه، خواستم خودم رو در بزنم که صدای در اومد. در آستانه در دیدم پدرم. نه پدر، نیشتو ببند پدر. پدرم خواست مانع کار من بشه. گفتم نه پدر، جلو نیا، من به تو اعتماد ندارم. تا یک عمر به من دروغ میگفتی پدر، تا هیچ وقت مادر من نبودی پدر. تنابو صف کردم دور گردنم، چارپایه رو تکون دادم، گفتم یهو دیدم نوار روی میز، گفتم واه عجب نوار اورجیناله ها. خوبه قبل از مردن یه آهنگ گوش کنم رمانتیک ببینم. حالا از روی تناب ما اومدیم پایین، کاسه تو داخل ضبط قرار دادم، یه آهنگی پخش شد که خودکشی بنده رو متحول کرد. لحظاتی با بنده همدرد بشید، به این آهنگ غم‌انگیز گوش کنید. کاست داخل ضبط. عشق به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است. دست میزنه خوبه بخونه. من زائری تشنه زیر باران، عشق چشم آبی اما کشنده است. تو که معنای عشقی به من معنا بده یار، دروغ این صدا رو به گور قصه آب اسپار، صدا کن اسممو از اون شا از نقب دیوار. شغل نباشه دستا بقى. دوستانو دیدم بهش گفتم فلانی ای دانشگاه آخه چه خبره که اینقدر جوونا هول میزنن واسه رفتن به اونجا؟ گفت هیچی بابا، میرن اونجا با هم ازدواج میکنن. گفتم عجب محیط مناسبی شد، اول خیر عجب بگیره. از اون روز به بعد هر موقع که بحث کنکور پیش میاد، من یاد یه مستند زیبا میفتم که شما بارها از تلویزیون دیده اید. مستند زیبای راز بقا. یه قسمت از این مستند رو با هم ببینید و بشنوید. همزمان با بارش‌های موسمی دشت سرنگتی آفریقا، بار دیگر یوزپلنگ‌ها ماده شیرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند و همزمان با این اتفاق در فولاد آلیاژی جشنی با شکوه برگزار می‌شود و شما همچنان دست‌ها را نمی‌زنید و از جو می‌کنم. راز جنگل‌های آمازون. مار پیتون 9 متری خطرناکترین موجود در جنگل‌های آمازون است. برای خوردن غذا بیرون می‌آید و در آن اطراف دارکوبی در درخت می‌کوبد. خلاصه تو این دانشگاه پسره رفت خواستگاری دختره رو دید و خواستگاری کرد و برگشت. دوستاش حلقه زدن دورش، گفتن خب شیری یاروبا. گفت فعلا هیچی نگید که 50-50 است. گفتن خب یعنی چی؟ گفت معلومه دیگه، اونا میگن نه ما میگیم آره. اینجوری بود. خلاصه دختره با پسر دیگه حرفاشو تموم شد، همو پسندیدن و شب عروسی نزدیک میشد که
یکی از دوستای پسر اومد گفت فلانی حواست نیست داری عروسی میکنی یا گفت خب که چی گفت نه نگرفتی که چی شد که تو شب اول عروسی باید گربه را دم هجده که تو عروسی جواب گرفت رفت به عروسم شما رو تلفن داد به خاطر این عمل زشت از اون عروسی انداختنش بیرون اومد تو خیابون داشت میرفت یهو دید یه جا دیگه بزن و بکوبه خوشش اومد رفت اونجا شروع کرد رقصیدن یکی فهمید غریبه اومده توشون رفت گفت داداش شما اینجا چیکار داری گفت من معلوم من از طرف عروسم گفت شما بیجا کرده اینجا خاتم سرونه گم شو بیرون